بچه‌ها چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بشینیم حالا. ای بابا کمرمونم که گرفت. این چیه دیگه؟ برو اونور. خب چطورید؟ من ریامو به کانال من خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیو کلا متفاوت. امروز اومدیم عرض کنم خدمتتون که یه دونه صندلی جدید گرفتم. اومدم بهتون نشون بدم. یه چند خریدم از خود گرفتم چیکار کردم. همین دیگه. میخوای نگاه کنید ویدیو رو. Let's go. واه بزنید بریم صندلی رو بیاریم. بزنید بریم. Let's go. خب بچه‌ها همونطور که دارید می‌بینید اینم صندلی جدیدمونه که بعد از سال‌های سال بالاخره گرفتمش. ای بابا گیر کرد. بچه‌ها همونطور که دارید می‌بینید صندلی ما هست. اینهاش مدلش هم مدل چی بود؟ این لحظه اصلا توصیف نتونستم. یه لحظه بذار ببینم. خب بچه‌ها مدل صندلی من پیدا کردم. مدلش بود صندلی گیمینگ میزیمو PS4 دو اهرمه و بدون اهرم نمنمه. اینا توی توراب زدم بعد اینو آورده بود و همین دیگه مدل مثلا پیشو رو زدیم. بعد دیگه خلاصه یه آدرس گرفتیم و رفتیم که صندلی رو بگیریم دیگه. و آره دیگه خلاصه به خاطر این رفتیم تا تهران، تا چهاردانیا رفتیم صندلی گرفتیم اومدیم. حالا یه تست بررسی ازش داشته باشیم و اولین روزشه، ولی خب حالا یه نگاه بندازیم ببینیم چی به چیه دیگه. خب آقا رخ کار که واقعا قشنگه، انصافا که من خوشم اومد. واقعا رخ کار خوبه. توی رنج قیمت این البته این حالا میگم قیمتش برای ما 3 میلیون و 350 در اومد. البته حالا این چیز شد دیگه، بگو دهرمش بود گفت بدون با گارانتیه. بعد البته اونی که الان من بهتون توی گوشی نشون دادم خب اونم داشت، اونم همین بود، فقط این چیزشو نداشت که این کوسانه رو نداشت، ولی این داره الان. و عرض کنم خدمت که این باتری اینو این چیزا رو داشت دیگه. این آپشنش مثلا اضافه شده بود، منم همینو برداشتم، ولی همونه در واقع مدل همونه. بعد آره دیگه خلاصش اینم از این دیگه. عرض کنم که خب دیگه مثلا به دست اونجوری دستش خم میشه و بچرخونیمش. اینم همینه دیگه. آره دیگه اینم مثلا بالا میره، اینا مثلا 50 سانت 50 هم نیست 20 چنده، همین یه ذره بالا میره همین دیگه. آره دیگه خلاصه اینم صندلی دیگه گرفتیم همین. و دیگه عرض کنم خدمت شما که این نمیدونم چی هست اصلا، اهرمه نمنمه. این برای چیزشه پشت صندلی. چرا نمیره بالا؟ رفت. بعد اینم نمیدونم چیه. خب همین بود. خب تمام شد ویدیو همین. اگر دوست داشتی سابم کن. مرسی تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار. سلام برابر، خیلی خوش اومدین به ویدیو. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه. بچه‌ها دوستتون دارم، عاشقتونم. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کنین، ساب کنین کانال رو. همین دیگه. Let's go.